الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم برادران و هموطنان عزیز و مسلمانان مهربان. و انشاءالله ما میخواهیم آمد ماه مبارک رمضان برای هر یکی از فرد مسلمان تبریک و مبارکباد بگویم، چون که بسیار ماه بزرگ و با عظمت بر سراغ ما و شما آمده است. خیلی وقت کم مونده است برای ماه مبارک رمضان و من هم خیلی خواستم که یک فرد مسلمان رمضان رو برای شما تبریک و مبارکباد بگویم و بعد از آن یک حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان برای صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین گفته بودند، من هم میخوام همو حدیث برای شما برسانم بشود. انشاءالله از حدیث شروع میکنیم بخواندن. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه، حضرت سلمان برای چی فارسی میگن؟ به خاطر که از فارس بود، از دولت فارس بود، به همون خاطر سلمان فارسی گفته میشود. صحابه نزدیک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، به همون خاطر ما میگیم که حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین روزهای شعبان ما را ارشاد فرمودند که ای مردم، ماه بسیار با عظمت و مبارک به سراغ شما آمده است. در آن شب است، شب قدر، که از 1000 ماه بهتر است. الله جل جلاله روزه این ماه را فرض قرار داده و عبادت شب تراویح آن را موجب سبب، یعنی سبب ثواب قرار داده است. هر کس در این ماه با انجام کارهای نیک، یعنی کارهای خوب انجام دهد، نزدیکی الله جل جلاله را حاصل نماید، چنان است که فرض را در غیر ماه رمضان انجام داده است. و هر کسی که فرض را انجام بدهد، چنان است که 70 فرض را در غیر ماه رمضان انجام داده است. این ماه صبر است و پاداش صبر جنت است. و این ماه غمخواری است. رزق مؤمن در این ماه زیاد می شود. هر کس روزدار را افطار بدهد، یعنی وقت افطار چیزی به او بدهد تا بخورد، این باعث مغفرت و بخشایش گناهان او شده و سبب آزاد کردن او از آتش جهنم می شود و به اندازه ثواب روزدار به او هم ثواب داده می شود، بدون اینکه از ثواب روزدار چیزی کم شود. صحابه رضی الله عنهم اجمعین عرض کردند، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کس از ما توانایی مال ندارد که بتواند برای روزدار چیزی فراهم کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، لازم نیست او را سیر کند. این ثواب را الله جل جلاله به شخص حتی به یک دانه خرما، یا اینکه یک لیوان آب، یا اینکه یک جرعه شیر روزدار را افطار بدهد عطا می‌فرماید. این ماه است که اولش رحمت، وسطش مغفرت و آخرش آزادی از آتش جهنم قرار داده شده است. هر کس در این ماه کارگر خود را کمتر کند، الله جل جلاله گناهانش را میبخشاید و او را از آتش دوزخ نجات میدهد. و در این ماه 4 چیز را زیاد انجام دهید. 2 مورد موجب رضای الله جل جلاله می شود و 2 تای دیگر چنانند که شما به غیر از آنها چاره ندارید. آن 2 چیزی که موجب خوشنودی پروردگارتان است، خواندن لا اله الا الله و استغفر الله است. و 2 تای دیگر، یکی این است که از الله جل جلاله جنت را بخواهیم و دوم آن است که از آتش دوزخ
پناه بخواهیم. هر کس روزداری را آب بنشاند، الله جل جلاله روز قیامت از حوض من، یعنی از حوض کوثر، آب به او می نشاند که بعد از آن تا داخل شدنی به بهشت هرگز تشنه نخواهد شد. ما و شما را نصیب بگرداند که در این ماه روزه بگیریم و عبادت بکنیم و به دیگران خیر خوبی بکنیم. انشاءالله خداوند حافظ ما و شما باشد. در امان الله جل شانه باشین. برادران عزیز، باز هم رمضان برای هر یک ما و شما مبارک باشد.